90% آدم‌ها آخر ماه جیبشون خالیه، حتی وقتی درآمد خوبی دارن. چرا؟ مشکل حقوق کم نیست. مشکل اینه که فرق پول و ثروت رو نمیدونیم. بمون با من، چون توی همین چند دقیقه میفهمی چرا پول همیشه فرار میکنه ولی ثروت موندگار میشه. بخش اول، فرق پول و ثروت. پول فقط یه وسیله است، میاد و میره، اما ثروت چیزیه که برات موندگار میشه، مثل مهارت، دانش یا حتی ارتباطات. یه آدم ممکنه یه روز پولدار باشه و فرداش همه چی رو از دست بده، ولی کسی که ثروتمنده چون یاد گرفته چطور پول بسازه، حتی از صفر دوباره شروع میکنه. بخش دوم، پول مثل انرژی میچرخه. پول رو مثل برق یا آب تصور کن، همیشه در جریانه. بعضیا فقط مصرف کننده هستن، آخر ماه همیشه صفر میشن، ولی بعضیا بلد هستن جریان رو به دست خودشون هدایت کنن. رازش چیه؟ مدیریت خرجای کوچیک، همون خریدای هیجانی، قهوه‌ای اضافه یا اشتراک‌هایی که استفاده نمی‌کنیم. بخش سوم، ذهنیت ثروتمند. فرق اصلی از ذهن شروع میشه. فقیر بیشتر میپرسه چطور پول رو خرج کنم، ولی ثروتمند میپرسه چطور پول بسازم. همین تغییر سوال کل مسیر زندگی رو عوض میکنه. بخش چهارم، سرمایه گذاری روی خودت. بزرگترین ثروت واقعی خودتی. مهارت‌هایی که یاد میگیری مهمتر از هر پول نقدیه. فروش، بازاریابی، مذاکره یا حتی یاد گرفتن یه زبان جدید. اینا ابزار ساختن ثروتن. هرچی بتونی مشکل بزرگتری از مردم رو حل کنی، پول بیشتری هم سراغت میاد. و در آخر جمع‌بندی. پس یادت باشه، پول خرج میشه و میره، ولی ثروت میمونه و برات آزادی و آرامش میاره. و مهمتر از همه، ثروت اول توی ذهن ساخته میشه، بعد توی جیب. مرسی که تا آخر با من بودی. اگه این ویدیو برات مفید بود، حتما به دوستات نشون بده و نظرت رو برام بنویس، چون همین بازخوردها باعث میشه اپیزودهای بعدی خیلی بهتر بشه.